السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. قصه جوانانی که در کوه رفتند و بیش از 300 سال خواب رفتند. این قصه را الله متعال در قرآن ذکر کرده است در سوره کهف. و سبب نازل شدن این قصه این بود که قریشی های مکه، یعنی کسانی که مشرک بودند، مسلمان نشده بودند، میخواستند رسول الله صلی الله علیه و سلم را امتحان کنند و میخواستند رسول خدا را در سوال بند کنند، شرمنده کنند. به نزد یهودی ها رفتند و گفتند ما میخواهیم به ما سوالی بگویی که ما با آن سوال محمد را سوال بدهیم و او جواب دادن نتواند و دروغ او به همه آشکار شود. یهودی ها گفتند از او 3 سوال کنید، یعنی از رسول خدا 3 سوال کنید. یکم در مورد جوانهایی که رفتند، یعنی مدت سالهای زیادی غایب شدند، نابود شدند، بیخبر ماندند. و دوم در مورد شخصی که یک شخصی که دنیا را میگردد و در مورد روح. این 3 سوال را از محمد بپرسید. قریشی ها نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و از رسول خدا این 3 سوال را پرسیدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر بود، پیغمبر است، ولی هیچ چیز را از نزد خود نمی گفت. یعنی هر چیزی را که الله متعال به او وحی میکرد همان چیز را میگفت، از خود هیچ چیزی را نمیگفت. برای همین رسول الله صلی الله علیه و سلم به قریشی ها گفت فردا من به شما جواب میدهم. و یک روز گذشت، قریشی ها باز مردم جمع شدند، قریشی ها جمع شدند، در بین آنها مسلمان ها هم بودند. پرسیدند خب جواب چیست؟ به رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی نآمد، یعنی جواب نآمد، جواب این سوال ها. پس رسول خدا گفت فردا جواب را میگویم. باز یک روز دیگر گذشت، باز مردم جمع شدند، منتظر جواب بودند. باز به رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب نآمده بود، وحی از جانب الله متعال نآمده بود. رسول خدا فرمود فردا برای شما میگویم، یعنی 3 روز. 3 روز شد ولی به رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی نیامد. باز مردم جمع شده بودند، پرسیدن جواب. رسول خدا فرمود فردا برای شما میگویم، یعنی 4 روز. همین طور 15 روز دوام کرد و به رسول الله صلی الله علیه و سلم در این سوال ها جواب نیامد، یعنی وحی از جانب الله متعال نیامد. در بین مردم بعضی مسلمان هایی بودند که نو مسلمان شده بودند. در دل آنها شک پیدا شد، یعنی پیغمبر میگوید ولی چطور در سوال ها جواب دادن نمیتواند؟ بینید که پیغمبر الله بود ولی وقتی که چیزی را نمیدانست میگفت نمیدانم، یعنی منتظر جواب از جانب الله متعال میشد. برای همین ندانستن این جای شرم نیست. همه علم را هیچ کسی نمیداند. 15 روز گذشت ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم از جهتی که وحی نیامد جواب دادن نتوانست. سببش در چی بود؟ سببش در این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم هر باری که میگفت فردا میگویم جواب را، ان شاء الله گفتن را فراموش کرد. برای همین الله متعال در همین سوره، یعنی در سوره کهف که قصه اصحاب کهف ذکر شده است، در آخری همین قصه میگوید
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا. و هرگیز، یعنی این خطاب نه فقط به رسول خدا است، برای همه است. با رسول خدا صلی الله علیه و سلم الله تعالی فرمود ای محمد، یعنی هرگیز نگو که فلان کار را من فردا میکنم، مگر اینکه الا ان یشاء الله، مگر اینکه بگویی یعنی اگر خدا بخواهد، اگر خدا خواسته باشد. واذکر ربک اذا نسیت، و پروردگارت را یاد کن وقتی که فراموش کردی. الله متعال این قصه را به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرد، ولی به رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داد که ای محمد هیچ کاری را نگو که فردا میکنم، مگر اینکه بگویی که اگر پروردگارم خواسته باشد، یعنی ان شاء الله. قصه شروع می شود. قصه بعضی علما میگویند در زمان نصرانی ها بود و بعضی علما میگویند که پیش از زمان نصرانی ها بود، یعنی پیش از زمان خریستیان ها بود. یک قومی که همشون بود پرست بودند، مشرک بودند. در بین آنها یک چند جوانهایی بودند که با عبادت بت‌ها و با عبادت سنگ و چوب ناراضی بودند. یعنی میگفتند چطور یک شخص عاقل یک سنگ یا اینکه یک چوب را بپرستد. و همه وقت با پدران خود، با خویشتبار خود بحث میکردند که چطور شما چوبها و سنگها را میپرستید. روزی از روزها مردم به عیدگاه رفتند، یعنی به یک منطقه‌ای که در آنجا بت‌ها بودند، به عیدگاه رفتند و در آنجا قربانی میکردند برای بت‌های خود. این جوانها ناراضی بودند از این کارها و یکی بعد از دیگر از بین قوم خود می برآمدند و می رفتند. یکی برآمد به جای دوری رفت در تگی درخت شیشت. بعد از چند دیگری برآمد رفت و در نزدیک همون دیگر درخت بود، در تگی درخت نشست. و باز دیگر جوانی برآمد رفت و باز در درخت دیگری در نزدیک همون جوانی دیگر نشست. و همین طور چند تا جوان جمع شدند. الله دانا بود که چقدر بودند، 7 نفر بودند، 6 نفر بودند، الله داناست. در اینجا الله متعال میفرماید نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ما قصه این جوانها را به تو نقل میکنیم. انهم فتیة آمنوا بربهم و زدناهم هدی، آنها گروه جوانهایی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند. یعنی در بین همون قوم پیغمبر نبود، فقط همون جوانها یعنی خواهش هدایت داشتند، میخواستند که الله متعال آنها را به سوی حق هدایت کند. الله متعال آنها را هدایت کرد بدون اینکه در بین آنها پیغمبر باشد. و ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. الله متعال میفرماید در دل آنها الله متعال ایمان را بست که آنها گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است، ما با جز پروردگار هیچ چیزی دیگر را، هیچ کسی دیگر را معبود خود قبول نمی کنیم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهه، اینها قوم ما هستند که یعنی وقتی که نشستند جوانها در تگی درخت،
یکی بعد از دیگر این ناراضگی خود را بیان میکرد که چطور این قوم ما آنها به جز پروردگار یعنی چوب ها را میپرستند و ناراضگی خود را بیان میکردند. لولا یأتون علیهم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. و وقتی که آنها از قوم خود دور شدند، از همه چیز دور شدند به جز پروردگار یکتا یگانه. یکی از آنها گفت راه حل چیست؟ دیگری گفت ما باید از قوم خود دور شویم. برای چی؟ اگر قوم ما را بفهمند که ما یکتا پرست شده ایم ما را به ما ظلم میکنند، برای همین باید که برای دور برویم. و آنها گفتند مصلحت کردند، خیستند و رفتند. خب در بعضی روایت ها گفته می شود که یک چوپانی را دیدند و از اون پرسیدند که در این جایی هست که شب را روز کنیم. چوپان با آنها نشان داد که یک کوه هست در آنجا غار دارد و به همان غار رفتند و همان چوپان هم با آنها رفت. به قول روایت ایمان آورد و با آنها رفت. با چوپان سگ بود، سگ هم رفت. درون غار در آمدن و در آنجا با یکدیگر صحبت میکردند، دعا میکردند، یعنی دعا میکردند که پروردگار ما را هدایت کن به سوی یکتا پرستی. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. وقتی این جوان ها به طرف کوه رفتند، به طرف غار رفتند، در غار در آمدند، دعا کردند که پروردگارا به ما رحم کن، ما را هدایت کن. و همینطور در درون غار دعا میکردند، مانده شده بودند. آنها را خواب برد، یعنی آنها خواب رفتند. الله متعال میفرماید فضربنا على آذانهم في الكهف سنین عددا، یعنی آنها به طور خواب رفتند که دیگر چیزی را نمیشنویدند، یعنی با آواز را نمیشنویدند و همین خیلی خوابی سخت رفتند، سالها خواب رفتند. در این مدتی که خواب بودند یک معجزه الهی بود. وقتی آنها خواب رفتند در غار، هر بار الله متعال آنها را بعد از وقت به طرف میگرداند، یعنی یک بار به طرف راست، یک بار به طرف چپ، تا اینکه جسدهای آنها دردمند نشوند. و ترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال. آفتاب باری از راست میبرآمد، الله متعال آنها را به دیگر طرف میکرد از سایگی. باز آفتاب از طرف چپ میبرآمد، وقتی نشستند آفتاب باز آنها را الله متعال به طرف راست میکرد. یعنی هر بار تا اینکه آفتاب هم ضرر بسیار به آنها نرساند، هر بار الله متعال آنها را تاب میداد. و هم فی فجوة من ذلك من آیات الله من یهدی الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. این یکی از معجزه های الهی بود. و تحسبهم ایقاظا و هم رقود. وقتی آنها را خواب برد، آنها خواب بودند ولی چشمهای آنها کشاده بود. یعنی الله متعال میفرماید وقتی آنها خواب هستند، یعنی آنها را ببینی فکر میکنی آنها بیدار هستند ولی آنها خواب هستند، چشماشان فقط کشاده است.
و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. آنها رو میگوید الله متعال یک بار طرفی راست و یک بار طرفی چپ میگردان با یعنی قدرت الله متعال. و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید. سگ آنها نزد دروازه بود، نه اینکه درونی غار، نزد دروازه. او هم همانطور الله متعال با قدرتش همی خلق کرده بود که خواب بود ولی چشماش گشاده. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. یعنی الله متعال میفرماید وقتی که اگر بخوای به نزد آنها درایی، در همان زمانه از ترس میگریزی. یعنی یک الله متعال یک هیبتی در آنها گذاشته بود که هر کسی نزدیک شدن نمیتوانست. یعنی همین مدتی 300 یا 309 سال، یعنی که الله داناست چقدر خواب بودن، از 300 سال بیشتر یگان شخص یا اینکه مخلوق نزدیک شدن نمیتوانست، میترسید به سبب این که به آنها ضرر نرسانند. خب وقتی بیش از 300 سال گذشت، یکی از آنها بیدار شد. وقتی آنها خواب رفتند اولی روز بود. وقتی آنها بعد از 300 سال خیستند آخری روز بود. یعنی مثل که نیمی روز خواب رفتند. یکی از آنها بیدار شد و همه را بیدار کرد. و كذلك بعثناهم لیتساءلوا بینهم. بیدار شدند، همه را بیدار کردند، در بین خود سوال میکردند. قال قائل منهم كم لبثتم. یکی از آنها پرسید دیگران را پرسید چقدر خواب رفتیم؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. گفتند ما ممکن یک روز یا این که نیم روز خواب رفتیم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. یعنی یکی از آنها گفت پروردگار داناست، شاید یک روز یا نیم روز، یعنی که الله داناست چقدر خواب رفتیم. بعد یکی از آنها گفت فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدینه. بیایید یکی را روان میکنیم به شهر با پولی همون وقتی که آنها بودن پیش از 300 سال پولشان از نقره و طلا بود. گفتن بیایید یکی را روان میکنیم به شهر فلینظر ایها ازکا طعاما فلیأتکم برزق منه ولیتلطف ولا یشعرن بكم احدا. برود به شهر و از آنجا برای ما خوراک نغز بیارد و کوشش کند که هیچ کسی نفهمد که یعنی او با اینجا آمده است. یعنی خود را پنهان کرده برود، احتیاط کرده. خب برای چی؟ انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. برای اینکه اگر مردم بفهمند که یعنی ما را بشناسند، در آن زمان چی کار میکردن؟ با سنگ سنگسار میکردن. یعنی آدم را وقتی جزا میدادن، حکم میکردن، با سنگ میزدن، میکشتن. او یعیدوکم، یا اینکه شما را بر میگردونند به سوی ملت، یعنی محکم میکنند. ولن تفلحوا اذا ابدا. در اون وقتی که شما را بند کنند شما کامیاب نمیشوید. هیچ یعنی میخواستید یک تو پرست شوید و دعوت کنید یا اینکه یگان فایده برسونید، دیگر هیچ فایده ای نمیشود، کامیاب نمیشوید در کار. یکی از آنها به شهر میرود و در آنجا میخواهد خوراک بخرد. همون پولی که از نقره است میدهد. وقتی فروشنده این پول را میبیند میگوید به من پول بده، این تو چیزی داده که چیزی کهنه است. پول تو از کجا هستی؟ میگوید من از همینجا هستم. خب این پولی کهنه است، پولی حاضر. میگوید همین پول است، من همین خیلی پول دارم، همین طوری پول دارم. خب وقتی که سوال جواب میکنه از کجا هستی، کیستی؟ میگوید همین
همین روز رفتیم خواب رفتیم خستیم آمدیم با رفیقان رفیقات کیست نامی تو چیست وقتی که از نام و از رفیقانش پرسان می شود می فهمد که این همان آدمایی هستند که پیش از 300 سال غیب زده بودند یعنی قصه آنها در بین مردم پهن است شهر دیگرگون شده است مردم دیگر نسل نو آمده است وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. خب این را گرفتن و نزدیک پادشاه بردن. پادشاه آن وقت بعضی یعنی مفسرین هم اگر بگیم خطا نمیکنیم میگویند که در زمانه نصرانی ها بود، یعنی همون پادشاه علم انجیل را میدانست، عالم علم انجیل بود و از این مردم با خبر بود. خب وقتی که نزد پادشاه بردن و اون نام و نسب و رفیقانش را پرسید فهمید که این معجزه الهی است. گفت شما بیش از 300 سال خواب هستید، ما در مورد شما میدانیم و همین طور سخنها رفت و گفت رفیقان در کجاست و با آنها به نزد رفیقانش رفت. مردم جمع شدند با پادشاه و به نزد کوه رفتند. وقتی نزدیک شدند جوان گفت شما حالا ندارید، من به نزد رفیقانم میدرایم، با آنها سخن میکنم تا اینکه آنها نترسند. با آنها در آمد سخن کرد این مورد و بار دیگر الله متعال جان آنها را گرفت. وقتی که پادشاه با مردم در آمدند دیدن همه آنها خواب هستند، یعنی الله متعال جان آنها را گرفت. در اینجا مردم بعضی میگفتن این کوه را بند کنیم، یعنی قبرستان قبر آنها می شود. بعضی دیگری گفتن نه اینجا را مسجد میکنیم، که این درست نیست. الله متعال سخن آنها را میگوید. الله متعال میفرماید و كذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق. ما آنها را پیدا کردیم بار دیگر با مردم نشان دادیم تا اینکه آنها بفهمند، ایمان آنها با قوت شود که وعده الله حق است و ان الساعه لا ریب فیها، که روز قیامت هیچ شک شبهه‌ای ندارد. مردم بین خود یعنی بحث میکردن اذ یتنازعون بینهم امرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا. بعضی آنها گفتن بیایید مسجد میسازیم جای آنها، که این کار درست نیست. ربهم اعلم بهم، الله متعال داناست با کار آنها. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. یعنی کسانی که گروهی که بسیارتر بودن گفتن که ما مسجد میسازیم در اینجا و عبادتگاه ساخته بودن. اکنون در اینجا میگوید سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم. بعضی میگویند 3 نفر بودن چهارمشان سگ بود. و یقولون 5 سادسهم کلبهم. و گروهی میگویند 5 نفر بودن ششمشان سگ بود. و گروه دیگر میگویند و یقولون 7 و 8 کلبهم. گروه دیگر میگوید 7 نفر بودن 8مشان سگ بود. قل ربی اعلم بعدتهم. میگوید الله متعال به رسول خدا بگو پروردگار من داناست چند نفر بودن. ما یعلمهم الا قلیل. یک عددی کمی مردم میفهمد که چقدر بودن. یعنی با آنها الله متعال میگوید چیز نکن، بحث نکن که چقدر بودن، این علم غیبی است. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. هرگز وقتی کاری را میخوای انجام بدی نگو که من فلان کار را پگاه میکنم، فردا انجام میدهم. الا ان یشاء الله، مگر اینکه الله بخواهد، مگر اینکه خواست خدا باشد.
واذكر ربك اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. و اگر پروردگارت رو فراموش کردی و پروردگارت رو به یاد بیار وقتی که فراموش کردی. و بگو پروردگار زود است که پروردگار من را هدایت کند سوی خودش. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. یعنی الله متعال میگه در کوه در غار 300 سال یا اینکه 309 سال آنها بودند. قل الله اعلم بما لبثوا. بگو پروردگار داناست چی قدر آنها بودند. 300 سالی که 309 سال. له غیب السماوات والارض. یعنی این علم پروردگار است، علم غیب است که الله میداند. یعنی این قصه ای بود که الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرد و با این قصه یعنی وقتی این رو گوش کردن یهودی ها قریشی ها ایمان نیاوردن ولی جواب خود را گرفتن. این قصه اصحاب کهف بود، یعنی که جوانانی که در غار بیش از 300 سال خواب رفتند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.